لا لا اله الا الله لا اله الا الله لا 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 که گیرشتنی ماما جون بخیر گیلک جون سلام خیریت جان جوره شکر گیلک جون اگه ماماتونم آدم با ماما خو میگه ماما جو تو میگی گیلک جون من بچه هم بزیتونم نه دیگه گیلک اسم تو براره گیلک خو ماما ما هستی مداخله کمال نداری دیگه کما ماما جو بگم خب چیز مدار میگفتن که برفتی به دم سرا که مرتقکی که مای خسرم بشه انا چی ماستی که زنگ زده به تو گفته که وقتی بیای که ما کار دارم ایچی به من زنگ زد که بیام برفتم ما که اونجا برفتم از عمره مشته و یخی برو زد گفته همین معامله خیشی ما و شما رو رقمی نداره گفته اگه شما ما مثال نفرا خو بیاریم و چند نفری بخیدیم بیاین که اینجا کلک بکنیم نکا کنیم چیز کنیم فاتح دست کنیم نه یا این به زحمت نشین که ما و شما خودی هم رو رقمی نداره نمیتونین خیشی کنیم معامله فقصی شو یعنی دختر خود با من نمیده؟ نه خب گیره نکنه سیب نبوده دیگه یاری گیره نکن گیلک جو خیلی چرا گیره نکنم؟ یک ساله میپالم من پیدا کردم خیلی اینجا نشو جا دیگه هر جا که میریم میگم نمیدی ما چه کاره چی میشه آخی نگفتن که بیاین شما رو چمه خب میشه که گیلک گپ سخن از طرف تو شنیدم ماما جو گفته همین عقل کمال نداره چه کار فلان متکن گفته دختر خوب تنوری نداره خب عقل کمال کن من بخرم عقل کماله چه کار کنه دیگه عقل کمال که فروشینیه عقل کمال ما زم عرب پیار نداشتم من خب متکه دختر خوب تو نمیده به زوره به زور کنی هسته البته تو گفتی ندیم با ماما من های های ما خودی مدعر خوب خسرینی نرفتم خود نمیدم برارمه یعنی دو تک دختر خود نمیدم آخه ما که پیشین گفتیم برین خب گیله گو نیای مزرد خیلی که گو همین خیشی ما و شما رو رقمی نداره حالا تو از این سر همیدی نه مایه بری بعد بیا کجا نمیدم من بیا تو که با خدا میپرسم میگم اگه به من گفته که ندی اگه من خورساتی من میگم اگه گفته که ندی دختر خود با خودت طول بزنم هم تعمی جو خب اگه ما گفته ویدیو مر بزی بس تعمی جو نرو بیا شنه مرتکت گفته اگه بیاییم رو جمعه بیاییم رو شرشمه نرو بگو جمعه بیاییم بعد نمون جمعه خوالی نمیده پشیمون شده لالا چرا پشیمون اگه دختر خوش نیه با تو ایشتا خوش نیه همه خوش میدم آبا یله کره داستانه بیا بریم میرم الان سرایی به تو غله میرم زن که همه خود دقیقه جای بابا تو میرم به خستگیری هر جا میرم که پشیمون میشم نری بعدم اونجا که میری بی میکنی با بیلا کمی ماما مگلک بیچاره پینکسیایه به هر جا به هر قله برای ازی به خستگیری رفتین کلاکه بکندین گپ سخنار بزدین بو گفتین که می کمک شیرین عقلیه عقل کمتره ریزی بودن دختر خوبه دادم با پای که ما سیم بریم فاتح کنیم و پشیمون شدم برفتم برات کار خود میگم معامله ما و شما فقصه چی رقمه برادری چی روزه گیلا گو بسر متکه دست بالا نکنی که دست سپاتو به خودتون نمیسته خدا بکنه با نرمو جگاه دست گلی به او نده و خده بیایه جان جوره چه کاره؟ آمی ماما نیلی لاکت عملش که شما من بدیدون نگه شما نگفتی من برارینم برارینی؟ بله یا برار من گل بری گلاب صورت شما چی کم بیتیدن و چیه دختر خود من نمیدم برار شما برار تو گریه نکن سکو تو خورتکه کنی که گریه میکنی بگذار که من گپا خو بزنم این تگاهی بود برار خور بگردم روز اول که شما بیامدین به این معامله خیر
ما کی دادیم گفتیم خوبه انشالله میشه گپی نه با میته که ما مثلا خبر گرفتیم میته ازی و پرس گفتن که شما کمی کمبود داری اول که از عقل کمال خو شما عقل پره نداری ما هم گفتیم ما دختر برای خود به تنور نمیکنی بفهمیدی برای جو انا این معامله بوده که این معامله کنسل شد به خاطر خود خو دیگه گناه ما نیه برای جو تو میتی یک نفر پیدا که هم رنگ و هم قیافی تو باشه گوش کن بابا تو چی میگو مر ناوردم مر برار شما ندیدک خب بدیدک من دمی که بیامدم به من نگفتن که بیا بریم به تحصیلا استاده شو که همین دختر همین مادری و از که شما رو ببینه قیافه شما رو ببینه من ندیدم سوکشته استا چیدی به تحصیلا خود تو بگو چیکار میکردی به تحصیلا ایته انا مثلا خب من ایته تیار میکردم خود مثلا ایته خوردم تیار میکنه میرخسی آب شیری میرخسیدی تو خود چرا بابا بگیر جمعه بیای راجه برو گریه نکن چی میگم برو به تازی منطقه نبرک چره نداره برو یک گم رنگ خو پیدا کن تا ما برای رفتن خو مشکل داری 30 سنتیکاژ میری رو به خود تو شاید معلوم باشه رو کجای ما مرتکاکی که خسال ما بشو برار تو برار من چره چی کردی بزنی من میرم خود گپ بزنم برو رد گپ هلا که کنسل شد دیگه خلاصه دوله والا سیکو برار تر پیدا بکنم سیکو چی بگم من مسخری هستی برو لالا جان ببخشید برار بیایم همه تا کار دارم بیام نه نمیام بیا سگ ندارین نه بیا سلام علیکم مندن همشین برار بخیری جان جان تیار هستین شکر برار جان من همین قلی شما چیزه امی سرزمین ها امی ماما نیلیلا که دختر خور میده به من میده شما نمیفهمین که مثلا چرا دختر خور به من گفتن نمیدم من خاطر امرو پیشین گفته که بیاین که فاتح بکنین نمیفهمین برای که چرا دختر خور به من نمیده شما از کجایی؟ ما اقل پیی اون قلعه با ها نه چون شما نیم دوما ها ما دومادشم شما خبر نداریم برای که گفته باشه که من چرا نمیدم دختر خور نه چون من خبر ندارم ها خبر ندارم خود ما کجایه لالا خودی اون گوار میبینی ها اون اونجا شیشته پیشم گواه فکر کنه گواه خود جمع میکنه میبینی گواه خود جمع میکنه ها اون اونجا ومونه اون خوب لالا دیشب هم تا خونه شیشته مادر ممینا میته میگفتن نورالله دختر خور عروس کرده اون قلوبه نمیفهم چرا حال پشیمون شده خبر ندارم من چون نمیفهم چرا پشیمون شده ما گفتم البته شما هم سایان این خبر داریم پیشکش نمیدن لالا بله پیشکش نمیدادین که پشیمون شده نه برار ما گوسپند داریم بفهم مثل می گوسپندا شما قرار بود که ما چند تا 75 تا گوسپند بدیم بیلای چه پشیمون شده من نمیفهم با چرا برو من دل من ماستک من بدیدمم من 100% خوش کردم من که برای تو متحصلای خوب من نگاه کردم گفتن گپ پیشین بعد نماز جمعه بیاییم فاتح میکنیم خداحافظ برو خداحافظ ته اونم اینجا گاهی بیدی کنی ها خداحافظ الو اگه میشه که معامله شما نشد عمیم مجرده با خبر بگی عمه شما خوبه بالا گوسپند میدیم برو عمه خود برو با بیا گپ میزنی خوبه بیا 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 سلام علیکم مندن آباشیم ماما و علیکم گفتن ماما مندن آباشیم ماما جانجور خیلی هست کیار هستی ماما چی گفته جانجوره کیار هستی
برار جان امی دختر خود با دادیم با ما گفتیم که چند تا گوسپند ما این کلاک بکنیم مر بدیدیم مر چرا حال با زنگ دادیم خورزاده میگفتیم که چیزه ما دختر خود نمیدم ما پشیمون شده مر چه کار شده برار شما مر ندیدیم سکو برار خوب گردم خیشی ما و شما نمیشه خلاصه گپ ما به تو بگم به خاطر ازی تو تا با دختر ما خیلی از هم بدوری دختر ما ده پنجه و نره کوکجو تمام حقم صاحب یا استاد شده به پیش که تو دختر خو بالا گوسپند درس کردی ای دختر تو نکرده چرا کوکجو به دختر خو بالا گوسپند درس کنم میرم بالا پول نقد درس میکنم آدم هوشیار باشه تو امور چند تخت کم داری کوکو خوب گردم تو با بیامدی که چرا ما خودم خیشی نکردیم میگم همین تو مر ندیدی من به تحصیل شما نمادم دختر تو مر ندید مادر شما مر ندید مر مقبول قد تو بالا من سی نکردم نگفتیم ها گفته بالا گوسپند شما گوسپند داره گوسپند میدیم حال بابا شما چرا مرتکب با ما شما گفته که چکار فلانه ما دختر تو خیلی خوشی بفته به دم یک شغالی گرگا و شغالا پاک بخونه سکو برار جو خیر غمی نداره اگه نفری هم نمیکنی غمی نداره با دل خو من نمیگیرم ما از تو هم معذورت خیلی میکنم به مو خورزادی که زنگ زدم اومد به پیش موضوع هم معذورت خیلی کردم همین خیشی ما و شما نشد دیگه خلاص گپ بگم خوبه خوبه خدا بخیر خوش یک دو ماه ما تا وقت که بیقل تو خوب که اول زندگی تو بود جونه واقعا جانو هر چی که نصیب آدم به پینک آدم نباشه همون آدم میبینه نصیب تو نبوده بزرگ که من نمیتونم دختر خوب تو بدم کاکا جون چرا با ما میگیری سفیدا خود جمع کنی بعد نماز جمعه بیایی یک ساعته که نماز جمعه میشه حالی تو به میگی ایت میگی خود رزینیه دختر من رزینیه همسایه‌ام هر کدوم هم یک چیزی میگن چرا پس گفتیم بیا خب گفتیم بیا اول ما رزی بودیم همسایه‌ها بیامدن به خونه به زن به بچه‌ام گفتم اصلا تو شما چری تا کارو میکنی خوبه الان میگم سایه بخیر خوشی سرتون بخوره ما دختر خب به خاطر از این ندادم که اولی که تو بیاقلی دیوم اعمالش 50 سنتی تو کج را میری بابا پاور باد گرفته کجا 50 سنتی باد کج میره هم وقتی که پات تیار بود تو را رفتن خوربلاد نبودی ایت را میرفتی باز حالا میگی پاور باد گرفته از دروغ میگی برو هم رنگ خود کمیت چیزی پیدا کمیت کجا کجوله باسیستنی برو زشتنی پیاله هستی بخیری یانجور چی که پای پیاله بیا هستی بچی گلس اضافه نداری دیگه پیاله ناوردم نه والله ما خو یک نفر بدم ایش داری دیگه اینجوری این پیاله می بدارزم تو نمام نوشی جان چی که پای پیاله هستی شکر خدا غریری عباس چه کاره با دیشب مادرم میگفت که ما چون نورالله 7 10 روز میشده که به دختر خسرو نموده از او غلا بالاتر انا با بالا گوسپند ما دختر خور عروس کنه بعد دیشب میگه با پشیمون شده و نمیده دختر خور چی گپ کی بودی خشات جدید شما خسرونا از مو دو غلا و برتر هم بیامده بودم به خسرونی برام اینا قبول کرده گفتم خوبه من نمیشناسم اینا نه یار نمیشناسیم نه اونا شما نمیشناسیم بیگنایم حالا برام اینا اول قبول کرد با بگفته این مردم اونا پشمون کرده که ما چی بچه سادی دیوانی عقل کمال نداره کمبود داره ایتنه اوتنه برا رفتن خو مشکل داره هنمی واسطه برام پشمون شده گفته نمایم چرا زندگی دختر خو خراب کنم هنمی ده پشمون شد دیگه عباسی بچه کی نه که من نمیشناسم میگه از او غلای ساده دو غلا برتر مردم بیگونی اما نمیشناسیم نه آمدم اون غلا من نمیفهم دیگه لارا ما که بدیدم نمیشناختیم ولی بچه خوبی بود مدام اینا هم گفتم بچه خوبیه خو همین بچه وقتی که سادیه این برار تو نورالله خانواده شما که آدم ها هوشیاریم بعد این بچه حداقل عکسی یا خودی و ریوزیوری میتل بیدیم بدیده بیدم خوب بچه گم بیامده بود آخه به تعدی چای بود که نورالله دختر خود به بالا گوسپند مایه عروس کنه با یک دم چای افتاد مادر می دیشب میگو که گفتم که نورالله هیچی که معامله خود گفتم من نمیدونم دختر خود رو زیاد آدم ساده همین گپا همین همسایه این مردم که اون معامله کنسل شد همین گپا مردم و گپ مردم هیچ وقت جای نمیرسه کسی اگه ما و شما به گپ مردم گوش نکشیم راست میگین یا با گپ مردم سعی کنیم مگر ایت نون نخوریم شما
جلو خورسه کنین، شما خیشا خورسه کنین، شما مردم هسته کنین، به قصه گپ حق همسایه نباشیم. هر جا خوبیه، بچی برابریه، بچی خوبیه. دختر بری عروس کردن، بچه هم بری داماد کردن، بدین که بره برات کار خوب. یک دم چای میندازین که نورالله دختر خور عروس مای بکنه، یک دم با چای میندازین که نورالله والله کنسل که و هیچی که و ما چون پشیمون شد. این چی معنی میده؟ برای من دیگه چی بگم، از من کلانتره چیزی هم کنم میتونم بزن بگم، با گپ مردم زندگی میکنم. یار امی دختر نورالله تا نامزاددار شد، شاید 10 سال طول کشه و امی تا به دقیقه 90 خود مردم گپ زنه بار عاد خلاص شه بره برات کار خوب. با کارو نورالله کسی نمیفهمه.